3 تا از گرونترین سیگاره های دنیا. شماره 1 تریژل لایک چری بلک. ساخت انگلستان، هر نخش $8، یعنی یه بسته این سیگار یا شب شام مفصل تو بهترین جای تهران. شماره 2 کویبا بیک. ساخت کوبا، محبوب فیدل کاسترو. قیمت یه بسته کامل از $500 شروع میشه. میرسیم به گرونترین سیگار برگ دنیا. گوروکا رویال کورتزن، $1.36 میلیون. ارزش هر یه نخ سیگار برابری میکنه با یه آپارتمان چند طبقه. برگ تنباکو استفاده شده فقط در دامنه‌های کوه هیمالیا رشد پیدا میکنه و با مراقبت‌های ویژه آبیاری شده با آب فیجی. دور این سیگار با ورق طلای 24 عیار پیچیده شده و نوار دور سیگار با الماس 5 قیراطی تزیین شده. فقط کارگران تعلیم دیده و خاص به همراه دستکش ابریشم اجازه پیچیدن سیگار را دارن تا تنباکو آسیب نبینه. خیلی دوست دارم نظر شما رو در مورد این سیگار بدونم. بهترین کامنت پین میشه و از طرف ما یه بسته سیگار آریزونا هدیه داده میشه.